برنامه چیه؟ ولاگی مردونه داریم، ارزون ترین تا گرون ترین قهوه خونه اصفهان. یکم بچه ها لات و لختی هم خطرناکه. این ویدیویی که سخت ترین ویدیوهای یوتیوب فارسیه. حالم از هرچی قلیونه دیگه به هم میخوره، اینقدر کشیدم آجی. برنامه چیه امروز؟ برنامه چیه داده؟ برنامه ولاگی مردونه داریم، میخوام ببرمت ارزون ترین تا گرون ترین قهوه خونه اصفهان. بیا بالا بزن تا بریم، بزن بریم، بزن بریم کسی قهوه خونه. آقا اینجا چایخونه کاوه قبل میدون شهدا. اینجا دیگه ارزون‌ترین جایی که ما میشناسیم. بریم ببینیم چجوری دیگه. اینجا خوبه، اینجا رو من دوست دارم، جای مصفاییه کلا. بریم تا بریم. اینجا چون صحبت کنیزش دارم با صدی با گوشی صدا تبدیل کنم. یکی صحبت کنیز ما ایروز لات بودیم، این تحت رو زدیم، علامت لاتی، الان از لاتی افتادیم، الان شکلات هم نیستیم، الان هیچ گویی هم نیستیم. املت رو گرفتیم. فلفل قرمه به فکر پستاش هم باش سلفم. یکم بچه ها لات و لختی هم خطرناکه. یک هفته از زندان آزاد شدم، بعد اینم بهتون بگم ما دوستی هرم زنم بچه ما بیا پشت بینای زندان، فهمیدید؟ چطوره؟ یه لوگو منو بده، یه لوگو منو بگیره. یه لوگو منو بده. جالبه بهم میلیون اومد دوباره میگیرم. بچه اینجا که خیلی خطرناکه ویدیو گرفتن. اینجا ترس کنون میترسین یکم ویدیو بگیریم تو دوتا اسمان یاسین هم فقط میکنه. من هاجی املتشو دوست نداشتم، ولی من املت فقط املت خودم داره قدیم املتی مردم رو روی سخت بده. املتی که مردم میخونم نزد امله بدن. این ویدیویی که سخت ترین ویدیوهای یوتیوب فارسیه. یعنی واقعا چون اینجا به باد میره آخرش اینجا چون به باد میره. چای بهمون دادن، چای نبات اسلامی نابی. آیسین هم شد داره قیلیون هم چیزش میکنم. امیدوارم حاجی یوتیوب گیر نده بوده قیلیون. یوتیوب دیسیز قیلیون تو حلقه بده. باریکالله یاسین دود آرت کار. آقا خب ما از قهوه خونه در اومدیم، ویدیو کم گرفتیم اینجا چون که بسیار شرایط بسیار خطرناک مشکل امکان داشت هر لحظه کون رو به باد بدیم. همونجا امکان خانواده می‌بینیم ویدیو روک بشینه. بچه‌ها ویدیوهای ما رو با خانواده ببینید ولی سرفه کنید، قسمتایی که بیشعور گوش میده. اون
قسمتایی که خودتون می‌دونین سرفه کنین دیگه. قلیون این قهوه خونه من بسیار مورد پسندم بود، کامدهی بسیار بالا و تمام نکات کیفی و بهداشتی رعایت شده. آره املت هم زدیم. ترشی چیزا رو خوردی؟ ترشی قارچ خیلی داغون. خیلی چرا بسه میخوردی؟ دوست جواد بریم قهوه خونه چهارباغ. بریم قهوه خونه چهارباغ. قهوه خونه راستی قیمتای اینجا قلیون چقدر بود؟ 35. قلیون با 2 تا چای میشه 40. چیز املت هم 60 تومن. خوب بود قیمتش جدی خوب بود. حالا ادامه ویدیو تو اون قهوه. ولی نگاه واقعا هم لایک کنید هم ساب کنید، چون کی همچین خطری میکنه این ویدیوها رو براتون میگیره. این خطرایی که ما داریم میکنیم جدی میگم، هر لحظه امکان داشت خونه به باد بدم. فقط آخر این ویدیو حاجی بس کن چون علی، آخر این ویدیو ریا صدا کامیون میره. بچه ما 2 کام میگیریم میذاریم میایم. آره بعد یارو اونجا یارو گفتش که دادم خیبری، گفتم آره دست دارم سنگینم بود بقیده نمیتونن که آقا یاسین 3 تا قهوه خونه دیگه میخواد بره. حالا 3 تا شاید 4 تا قهوه خونه بهتر پیدا کنید، شاید 4 تا. ریا جواب نیست. این نفس احتمالاً نمیاد آجی. بریم چهارباغ دوباره میبینم. خب رسیدیم چهارباغ. اینجا هم فیلم گرفتن سخته، خیلی سخته. داشتنم حرف بزن. فیلم گرفتن سخته، خطرناک. هر لحظه امکان داره گوشی ها رو بزنن دستمون رو. اینجا شیر شیم اینجا شیر شیم مثل شیر بدویم دنباله یارو. اینجا خیابون کورالامپور داریم میریم قهوه خونه دیگه. بچه اگه میخواین حتما علیرضا رو ببرین پیش باباش و این ویدیوها رو نشونش بدیم که چقدر فوش میده. من مشکل ندارم. حتما این ویدیو رو لایک کنید تا قسمت بعدی بریم پیش باباش ببینیم خواهی میکنه فوش بده. لایک بگیره این ویدیو میرم همه اینا رو بریم تو قهوه خونه داریم میرم بدون سانسور اینا رو بابا نشون میدم. این قهوه خونه بریم تو قهوه خونه فیلم میگیره. خدا نگهدار. کامل قیمون عالیه. میشیم اینجا قیمونش بهتره. یک شه هر چقدر پول بدی همون قدرش میخوره ایزم. آره دایی بریم برای بعدی ترانزیشن. یه رخ از قلیون رو میگیریم با یاسین. نمیدونم بریم بیرون. اینجا این قهوه خونه ولی مثلا نگم من دارم با گوشی بازی میکنم چون خیلی این قهوه خونه حساسه یعنی مثلا ما داریم بازی میکنیم با گوشی. من علیرضا داره قلیون میکشه. آقا سلام مجدد. حالم از هرچی قلیون دیگه به هم میخوره اینقدر کشیدم آجی دیگه سخته. ولی بریم برای قلیون آخری. گرونترین قلیونی که ما تو اصفهان میشناسیم. گرونترین دیگه الان میشناسیم ما اینجا. اگه شما قلیون گرونتر میشناسیم بگید. تو اصفهان نمیشناسیم. پا میشم میرم تو کافه بنویسی. کافه نه قهوه خونه. پا میشم میرم قهوه خونه. یه اصلا شورت ویدیوش میکنم. بعد قلیونش چقدر بود اینجا؟ 70 تومن یه قلیون با چای. دو تا چای 70 تومن. اونجا 40 تومن اینجا 70 تومن. احتمالاً بعدی 100 110 سگ خورد. بعد بریم اونجا ببینیم اصلا مردم خیلی جالب میشه.
داریم میریم یه قهوه خونه تو توحید. داریم میریم یه قهوه خونه تو توحید. آهنگ خاص بچه هر کی معتقده که آهنگ های دهه 70 و 80 بهترین آهنگ هان، همین الان این ویدیو رو لایک کنیم. ویدیوی بعدی با علیشمس. آره میرم علیشمس رو پیدا میکنم باش ویدیو میگیرم. افشین 2098. آره پیدا نه اون اشکین اصلا نمیشناسم همینه. من اینو نمیشناسم. بگو جیجی دوست داری بیا جورش میکنم. قدرت کلمات، قدرت قلم. داریم میریم قهوه خونه تو توحید دیگه، برسیم اونجا دوباره ویدیو میگیرم. آفتاب گاییدم مشتبه خرده آقای هستیم کجا بریم؟ نفسم بارنی میاد بسکی هم میدنیم کشید خیلی نکشه، خیلی زرده ولی خب خیلی حال داریم. حالا هم بدیم خیابونی توحیدی شمالی نزدیکی بین 4 را پولیسا مهرداد. بریم گرونترین میلیونه اصفهان رو بزنیم ببینیم چجوریه اینجا. پله ها رو میتونی احساس کنی. اینجا گرونترین قلیونه، گرونترین قلیون اصفهان اومدیم. نمیدونم چنده ولی قلیونش با دیگه خوبه، قویه. مکان قویه، دوست دارم. چی؟ از بهترین قلیونه هاییه که کشید. قلیونش یک اس و دیگه مکان جالبه. تلویزیون داره اینجا. حالا بعدا میگن دوره خلوت هم هست اینجا راحت‌تر میکنم برای ویدیو گرفتن. بریم بیرون ببینیم دیگه. بیرون ببینیم قیمت هم بهتون میگم. بیرون بزن فوت کن ترانزیشن. عاشق ترانزیشن هم آقا دست شد. آقا تا اینجا رو خاط آقا ما اومدیم. من دارم حرف ما اومدیم آقا بیرون. نفس که نمیاد، هیچ نفس هم بالا نمیاد دیگه. واقعا قلیون آخر بسیار دوست داشتم. محیط بسیار عالی داشت. بنده الان باید برم دستگاه تنفس به خودم متصل کنم و نفس نمیاد دیگه. واقعا ریهام درد گرفته سینم. لایک کنید، ساب کنید. بله برای ویدیوی دوم چنل اینقدر زحمت میکشیم. واقعا اصلا این به جدا خطری که کردیم، خطر و از سلامتی داریم میزنیم. خطری که کردیم هر لحظه امکان انواع مواد مخدر. اگر میخواین یوتیوب دیسیز پستشن گوه خوردم، ناموسن گوه خوردم. اسم چیه؟ اسمم رضا. حرف زشتی زدم، واقعا شرمندم و ناگزیرم که همچین ناگریزه یا ناگزیر یه چیزی هستم پشیمانم به هر حال. خب ما اومدیم رفتیم اینا رو. اگر مقابل این ولاگو میخوان گرونترین تا ارزونترین باشگاه تو کامنت ها بنویسید. این کلت به این وقت جلو نمیگی. اگر میخواین حتما بنویسین و دیگه نفس که بالا نمیاد. شما هم به خاطر ما لایک کنید، کامنت بذارید، ساب کنید خب که قرار در آینده ولاگ براتون میذارم. عجیب ولاگ میذارم. خواهم حرف زشت نزنم ولی ولاگ میذارم سخار خفن پشماتون نریزه و دیگه تمام بدرود و درود نگهدارن. خدافظ. لایک کامنت ساب یادتون نره.